دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز چهارشنبه 18 مای گفت در پس منظر عمیق رفت بحران جهانی اوضاع برای برقرار شدن صادرات غله اوکراین با این کشور روسیه، ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تماس دومی است. گوترش که در آخر ماه گذشته از مسکو و کیف دیدن کرده بود گفت: من پر از امید هستم، اما هنوز کارهای زیاد باید انجام داده شوند. مسئله های مرکب امنیتی، پیامدهای اقتصادی و مالیوی از همه جانب ها اراده نیک را طلب می کنند. این اظهارات در حال صدام دهد که شنبه گذشته هندوستان صادرات گندم را منع کرد. حکومت گفت گرمای سخت در این کشور باعث کم گردیدن حاصل گندم شده نرخ آن را به اوج رکوردی رساند. در عین زمان وزیر سودای هندوستان در صحبت با خبرنگاران گفت این کشور به دستگیری و اجرای قراردادهای صادراتی با دولت‌های ادامه خواهد داد که امنیت غذاییشان زیر خطر می باشد. با این محدودیت ما تجارت را به سمت معین روانه می کنیم. ما نمی خواهیم که گندم به طور بی‌نظارت تنها برای ذخیره کردن یا نادرست استفاده بردن به جای صادرات کرده شود. ما امید داریم که آن برای قانع کردن نیازهای غذایی کشورها و آدمان آسیب پذیر استفاده می گردد. مقامات رسمی در نشست مطبوعاتی در دهلی نو گفتند محدودیت صادرات گندم دائمی نبوده، امکان بازنگری این قرار در آینده وجود دارد. این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که هندوستان گفته بود نیت دارد امسال صادرات گندم را به نشانداد رکوردی 10 میلیون تن رساند. آن همچون دومین بزرگترین صادرکننده گندم جهان میخواست در پس منظر حمله روسیه به اوکراین از بالاروی نرخ غله در جهان درآمد بیشتر گیرد. هندوستان در سال مالیوی تا ماه مارت به مقدار رکوردی 7 میلیون تن گندم صادر کرد که نظر به سال گذشته بیش از 250% زیادتر است. هرچند هندوستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم در جهان نیست، خریداران جهانی پس از کاهش یکباره انتقال آن از اوکراین و منطقه بحر سیاه به تأمینات از این کشور امید می‌بندند. تحلیلگران میگویند اکنون محدودیت میتواند نرخ جهانی اوزوقه را به سطح نو رساند و مخصوصاً به استعمال کنندگان کم بضاعت در آسیا و افریقا ضربه سخت زند. این هم در حالی است که از اول بهار سال جاری قزاقستان و روسیه صادرات غله و بعضی محصولات دیگر غذایی را موقتا منع کردند. طبق فرمان امضا نموده رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین، محدودیت ها از 15 مارت آغاز شده تا 31 آگوست ادامه خواهند یافت. وزارت کشاورزی این کشور قید کرده بود که این تصمیم برای دولت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا تهدید جدی نخواهد بود، زیرا آنها با ذخیره کافی غذای روسیه تأمین می‌باشند.